سال 1977 بود که خانواده هودسون شامل پدر و مادر و دو دخترشون پیتر و جاناتان به خونه قدیمی تو منطقه انفیلد لندن نقل مکان کردن. ظاهر خونه معمولی بود، اما یه حس عجیبی توی فضا موج میزد. شاید همچون خانه قدیمی بود این حس طبیعی به نظر میرسید، اما خیلی زود فهمیدن این فقط یه حس ساده نیست. اولش از صداهای عجیبی شروع شد. شبا وقتی همه خواب بودن، صدای کشیدن زنجیر و ضربه‌های سنگین از دیوارا شنیده میشد. جاناتان، یکی از دخترای خانواده، میگفت این صدا همیشه از سمت اتاقش میاد. اوایل همه فکر میکردن شاید صدا از خونه همسایه باشه یا اینکه جاناتان داره خیال میکنه، اما وقتی همه این صدا رو شنیدن دیگه ماجرا جدی شد. یکی از اولین اتفاقات عجیب زمانی بود که یه روز صبح مادر خانواده دید یکی از صندلی‌های آشپزخونه سر جای خودش نیست و وسط اتاق افتاده. هرچی فکر کردن که شاید کسی از اعضای خانواده این کارو کرده باشه، هیچ کس مسئولیتش رو قبول نکرد. بعد اون روز وسایل دیگه هم شروع به جابجا شدن کردن. مثلا یه شب وقتی همه تو پذیرایی نشسته بودن، چراغ طبقه بالا خود به خود روشن شد. اینجا بود که مادر خانواده فهمید موضوع فراتر از یه شوخی ساده یا خیال پردازیه. اما اوج ترس وقتی بود که پیتر، دختر کوچیک خانواده، یه روز که تو اتاقش داشت بازی میکرد ناگهان جیغ زد. وقتی همه دویدن سمت اتاقش، دیدن که روی زمین افتاده و عروسکش هم چند متر اون طرف داره. پیتر میگفت یه چیزی یا کسی عروسک رو از دستش گرفته و پرتش کرده. این اتفاق دیگه همه رو مطمئن کرد که این خونه یه مشکل اساسی داره. تصمیم گرفتن از یک کشیش محلی کمک بگیرن. کشیش وقتی وارد خونه شد گفت حس میکنه یه انرژی منفی قوی تو این خونه هست. اون ادعاهایی خوند و سعی کرد فضا رو پاکسازی کنه، اما اتفاقات عجیب ادامه پیدا کردن. این بار نه فقط وسایل جابجا می شدن، بلکه سایه های عجیب و غریب روی دیوارا ظاهر می شدن. گاهی اوقات این سایه ها شبیه مرد قد بلند بودن که انگار از دیوار بیرون میاد و دوباره محو میشه. بعد اینکه کشیش کاری از پیش نبرد، خانواده با چند تا محقق ماورایی تماس گرفتن. محققا با تجهیزات خاصشون اومدن و شروع به بررسی کردن. اونا صداهایی ضبط کردن که انگار کسی تو خونه زمزمه میکنه. یه شب پیتر ناگهان تو حالتی شبیه خلسه افتاد و شروع کرد به صحبت کردن به زبونی که هیچ کس متوجه نمیشد. صدایی که ازش بیرون می اومد شبیه صدای مرد بالغ بود. این لحظه همه رو شوکه کرد. یکی از محققا می گفت این خونه احتمالاً تسخیر شده توسط یه روحی که تو گذشته اینجا زندگی می کرده. اما چیزی که مشخص بود این بود که این روح اصلاً خوشحال نیست. تحقیقات ادامه داشت و هر روز چیزای جدیدی کشف می شد. مثلا یه شب یکی از محققات دید که یه جسم شفاف شبیه یه مرد از دیوار اتاق خواب عبور کرد و ناپدید شد. ماجراها به قدری عجیب و ترسناک بود که حتی رسانه‌ها هم بهش پرداختن. چندین روزنامه و مجله شروع کردن به نوشتن درباره این خونه. داستان خانواده هودسون خیلی سریع مشهور شد. این موضوع حتی توجه فیلمسازها هم به خودش جلب کرد و سالها بعد بر اساس این اتفاقات فیلم احضار 2 ساخته شد. بعد از حدود 1 سال خانواده هودسون دیگه طاقت نیاوردن و از اون خونه نقل مکان کردن. بعد از رفتن اونا صاحب جدید خونه هم مدعی شد که هنوز اتفاقات عجیبی تو اون خونه میفته. این داستان تا امروز یکی از مستندترین و معروفترین موارد تسخیر خونه به حساب میاد و خیلی ها هنوز دربارش دارن تحقیق میکنن.
حالا شاید شما هم مثل خیلی فکر کنین که این داستان ساخته ذهن آدم هاست. اما وقتی به تعداد شاهدها و گزارش‌های مستند نگاه کنیم به سختی میشه همه چیز رو انکار کرد. شاید بعضی چیزا تو این دنیا واقعا فراتر از درک ما باشه.